مشقای من امروز اومدیم با یه ضد لگ خیلی 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 قوی، یعنی دیگه نیاز نیست بری خلاصه بقیه جا بگردی برای ضد لگ که مثلا بازیم لگ داره کرش میکنه، موقع تیراندازی لگ دارم، این چیزا اصلا نیاز نیست بگردیم، فقط لازمه برین داخل بازی. آقا ببینید الان بهتون میگم با چی کار بکنید. اولا که این آیپد ویو رو داخل ویدیو قبلی براتون آموزش گذاشته بودم که چجوری آیپد ویو فعال کنید، داخل پیجمون هست، میتونید برید نگاه بندازید. آقا میرید داخل پابجی موبایل، اول از همه ویدیو رو تا آخر ببینید، به تأخیر نخورید، به مشکل نخورید و بعدا نگید که آقا چرا مثلا تو اشتباه گفتی یا فلان چیز. بازنشانی بزنید. این آیپد ویو که براتون گذاشتم داخل پیج یوتیوبمون، این آیپد ویو مربوط به آیپد بعد اومدن صفحه تا آخر میبرینش. اونا که داخل ویدیو قبلی مشکل داشتن بازنشانی میزنید، تمام براتون فعال شد. نمیدونم بعضی موقع به مشکل میخوره ولی ایراد نداره. آیپد ویو نرماله از همه هم بهتره، یعنی برید بگردید بقیه جا اصلا به خوب نیست. بزن پابجی موبایلمون بالا بیاد. همینجور که میبینید صفحه کلن ضعیفه، یعنی همه نوشتاراش پیکسلاش بیشتره، ضعیفتره و این باعث ضد لگ بودن بازی ما میشه. یعنی اینجوری دیگه بازیمون اصلا لگ نمیزنه، ما میتونیم یه بازی خیلی روون و عالی میزون داشته باشیم. دیگه خودتون داریم مشاهده میکنید صفحه رو. مثلا اگه گوشیتون خیلی خیلی زیاد لگ داره، میتونید صفحه نمایشتون ببرید پایینتر. در ادامه ویدیو آموزش ضد لگی رو الان میذاریم براتون. خب آقا داخل تنظیمات، گرافیک، داخل این بخش اول میذارید روی سوپر اسموت. مشاهده کنید گرافیکتون کلا همین باشه. صفحه اندازه نور، آموزش اندازه نوری که 200 گذاشتم بهتون میدم. گرافیک رو کلا به همین صورت بزنید. HD اصلا نباید دانلود باشه. HD رو وقتی دانلود داشته باشید بازیتون خیلی پر لگ میشه و نمیتونید اصلا بازی کنید. خب بریم سراغ آموزش ضد لگ. اسم برنامه داخل صفحه هست، همینجوری که داخل بالای صفحه اومد. داخل فروشگاه پلی میذاریدش. خب اولین چیزایی که براتون میاد شیزوکو و ایناست. اول باید 5 ثانیه صبر کنید و برید داخل انتها. اولا که دوستان با شیزوکوتون فعال باشه، یعنی گوشیتون روت باشه. اگه روت نیست با شیزوکو فعال کنید که شیزوکو رو متاسفانه ما آموزششون نذاشتیم، در آینده میذاریم. اونایی که مشکل فعال کردن شیزوکو دارن فقط لازم داخل گوگل بزنن آموزش فعال کردن شیزوکو، همه چی براشون میاره. خب آقا اینجا الان معلوم نیست از چی استفاده میکنید، این صفحه رو ول کنید، میریم داخل اپس. اینجا میایم آقا روی پابجی موبایل، ببینید صفحه رو. اینجا میاید این بغل یه صفحه داره، میزنید بیاد پایین. آقا به یعنی جوری که گوشیتون لگ داره. اگه لگ ندارید میخواید خیلی رجستر فوق العاده بگیرید و خلاصه ضد لگ باشه، میاید اینجا یکی از اینا رو انتخاب میکنید. الان بهتون میگم گزینه 75 X75 یکی از بهترین هاست، یعنی گرافیکش خیلی خوبه و رجستر خیلی خیلی عالی هم میده. ولی اگه گوشیت لگ داره، خیلی لگ داری، متاسفانه باید بذاری روی 5 X5 X2 X1. X1 رو متاسفانه برای اوناییه که خیلی خیلی دیگه لگ دارن و دیگه اصلا نمیتونن جلو لگشون رو بگیرن. ببینید دوستان اینجا میزنید روی یکی از اینا، پیکسلی شدن بازی انتخاب میکنه، یعنی گرافیک خیلی خیلی پایینشو. بعد دیگه خلاص چی بگم بهتون، بازی خیلی ضد لگ میشه. اینجا FPS تون انتخاب میکنید که من زدم 90 FPS که لگ خیلی خیلی کم میده. اصلا کلا جاهایی که لگ میده بیشتر داخل موده، یعنی دیگه اصلا لگ نداریم. خب آقا اینا رو که گذاشتین یه 60 FPS یا 90 FPS آخرشه، انتهاشه، همین دوتا رو انتخاب کنید. اگه گوشیتون ضعیفه، گوشی قوی دارین 120 FPS رو انتخاب کنید. آقا این برای همه بازی ها جواب میده.
مثال میزنیم کالاف و بقیه. من ندارم، فقط پابجی دارم. میتونید از همه این استفاده کنید و یکی از رازهای ریجستر فوق‌العاده داخل بازی الان میخوام بهتون بگم. یکی از رازهای فوق‌العاده ریجستر داخل بازی برنامه گیم بوستر، گراب بوستر، همون گراب بوستر. این چجوری تهیه کنیم؟ ما میریم داخل گوگل، میزنیم خرید گراب بوستر. اونجا یه سایت براتون میاره، یه ماهه، هفتگی، برای پی سی، برای موبایل انتخاب میکنید، میخریدش، میاد داخل گیم بوستر. داخل این صفحه این بالای گزینه رو میزنید، وایس دلاس صبر کنید، این ردیم رو میزنید. ببخشید، اینجا ردیم کد وقت خرید کردین یه ردیم یه کد بهتون میده، کد رو اینجا میزنید و تکرار میکنم موقعی که داخل سایت میخواد خرید کنید اون ردیم کد یه عکس از صفحه‌ش هم بگیرید که ذخیره‌اش کنید. مثلا یه موقعی اگه گروبوسترتون پاک شد، پاک نشد، یه خلاص اتفاق برش افتاد، بتونید دوباره اون کد رو بزنید و از اکانتتون استفاده کنید. تا درود دیگر، خداحافظتون. داخل کانال ما باشید و خوشبختانه هر چیزی که بخواید اینجا ما میذاریم براتون. خوشبخت باشین. خداحافظ.